با سلام، مجید هستم و توی این ویدیو قراره بریم سراغ مبحث لاگین. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اگر هنوز کانال رو ساب نکردی یه سر به پلیلیست های چنل بزن. اگر خوشت اومد ساب کن، با این کار بیشترین حمایت ممکن رو ازم میکنی. طبق آمار 80% از بیننده های همیشگیمون کانال رو ساب نکردن، پس اگر ساب کنید خیلی بهم کمک میشه. بریم سراغ ادامه ویدیو و مبحث لاگین. من اینجا لوکال هاست و پروژه رو بیارم. بسیار خب، این رو دیگه درستش بکنیم، برگردونیم به همون حالت قبل، assets scripts، و این دوتا رو تغییر داده بودیم که خیلی سریع اینها رو تبدیل کنیم به لاگین و اینجا مجددا رفرش کنیم که این ساختار رو دیگه داشته باشیم. و اما بریم سراغ فرم لاگین. احتمالا این ویدیو خیلی کوتاه‌تر باشه، چون قبل از اینکه، یعنی دقیقاً بعد از اینکه ویدیو رو تموم کردم، باید به یک سری از کلاس ها برسم و از طرفی نخواستم که امشب ویدیو نداشته باشیم. در نتیجه خیلی کوتاه و مختصر یه بخشی رو داخل این ویدیو پیش میبریم و ما بقیش هم میذاریم برای ویدیوی فردا شب. بسیار خب، بریم سراغ این فرممون. من اینجا index.php رو داشته باشم. بریم سراغ قسمت لاگینمون اگر پیداش بکنم. اوکی، و اینجا. خب، قبل از هر چیزی من نیاز دارم به CSRF توکن، پس میام اینجا میگم یک اینپوت با تایپ هیدن داشته باشم. نیمش رو میذارم CSRF توکن، ولیو رو هم برابر قرار میدم با اکو CSRF توکن generate. و اگر اینجا یک رفرش انجام بدیم و یه اینسپکت بگیریم، اینجا باید، بسیار خوب، CSRF توکنمون اینجا قرار گرفت. توی قدم بعدی من به اینها یه دونه نیم میدم به این شکل، FRM ایمیل و نیم FRM پسورد. تایپ رو میذارم سابمیت، ولیو رو میذارم لاگین باشه و اینجا یه نیم هم بهش میدم لاگین BTN که عملا خروجیمون به این شکل خواهد بود. خب، اطلاعات این فرم ما که عملا توی تگ فرم هم قرار نگرفته، که من میام اینجا این رو کلا این div رو برداریم، همین رو من برمیدارم بذارم توی یک تگ فرم. به این شکل خروجی رو ببینیم. اوکی، و اینجا میام یه متد پست بهش میدم. اکشن رو هم دقیقا میخوام بذارم همین صفحه HTML special chars و اینجا server PHP self. خب، الان یه چک بکنیم ببینیم درسته یا نه. بسیار هم عالی. تا اینجا این رو داریم و موردی وجود نداره. بریم سراغ این قسمت. من میام اینجا میگم لاگین فرم is set post لاگین BTN و سرور ریکوست. متد برابر بود با پست. اینجا برای ما یک اکو انجام بده که مطمئن بشیم داره به درستی کار میکنه. توی این قسمت رفرش رو من انجام میدم. یه ایمیل میخوام، از این ایمیل استفاده میکنم، یه پسورد لاگین، بهمون میگه اوکی. خب، حالا من میام اینجا خود CSRF توکن رو داشته باشم. CSRF توکن
یه دیتا داشته باشم که با استفاده از کلید FRM بهش دسترسی دارم. الان اگر من بیام دیتا رو وردام کنم باید کل یعنی دوتا کلید ایمیل و پسورد رو بهم بده. ایمیل، پسورد. خب تا اینجا اوکیه. حالا باید بریم سراغ کلاس آس یوزرمون. خب ما اینجا یک متد داشتیم تحت عنوان رجیستر و الان من این رو ببندمش یا بذاریم که باشه و اینجا من یک بگم لاگین یوزر فانکشن لاگین یه CSRF توکن میخوام و یه دونه بگیم فرم دیتا که همون ساختار رو حفظ کنیم. CSRF توکن برابر بشه با $dis sanitize input CSRF توکن و فرم دیتا هم بشه dis sanitize input و فرم دیتا. به این شکل برای چک کردن اینجا یا CSRF توکن رو چک کردیم اصلا اینجا سانیتایز کردیم، ایمیل رو چک کردیم دیگه، فرم دیتا رو اومدیم چک کردیم، اما خبری از چک کردن CSRF توکنمون نیست. خب این خیلی بده چون باید اضافه میکردیم. من اینجا میگم sanitize data یا inputs check CSRF توکن. اینجا هم که چک نکردیم دیگه، درسته؟ فقط گرفتیم ارسال کردیم، چک نکردیم. خب اینجا من میخوام این رو چک بکنم و این رو توی قسمت رجیسترم اضافهش میکنم. برای چک کردن CSRF توکن من باید بیام اینجا بگم اینجا بگم چک CSRF توکن، جدا می نویسمش. مطمئنیم اینجا نذاشتیم؟ اصلا استفاده نکردیم یعنی. خب متاسفانه نه، اصلا استفادهش نکردیم. اوکی من میام اینجا میگم CSRF توکن یه متد داره به اسم validate که این CSRF توکن رو میگیره. در نهایت اینجا میاد برای ما، اگر خود این چک CSRF توکن رو من اینجا قرار بدم و توی این قسمت توی قسمت لاگین بگم که new as user و توی این قسمت بگم as user متد لاگین CSRF توکن و دیتا رو بهش بدم. اینجا یه دای میذارم، عملا به صورت true false میاد به هم مقدارش رو نمایش میده که من میتونم اینجا رفرش بکنیم. البته اینجا که دای نذاشتیم خدا رو شکر وردام داریم. من این رو بر میدارم. خب 1 2 3 لاگین. خب بولین به همون میده فالس. چک کنیم ببینیم چرا فالسه. من اینجا CSRF توکن رو گرفتم، مقدارش رو ارسال کردم اینجا و اینجا اومدم با استفاده از کلاس CSRF توکن ولیدیت کردم همین CSRF توکن رو. من اول از همه بیام اینجا اکو کنم CSRF توکن دای ببینم خروجیم چیه. همچین مقداری رو دارم، رفرش میکنم اینجا ببینیم مقدار درسته. EC92 اوکی، EC92 اوکی، اینم ردیف همون مقدار داره اینجا ارسال میشه. و اینجا گفتیم CSRF توکن ولیدیت ببینیم خروجی این چیه. من یه رفرش میکنم اینجا، مجددا یه مقداری رو قرار میدم، لاگین رو میزنم، به میگه بولین فالس. چک کنیم ببینیم چرا بهمون میگه فالس، دلیل این مورد چیه. خب برای اینکه این رو من بتونم چک بکنم باید بیام توی ببینم جایی اصلا دیگه جنریت نکردم آیا.
جایی من مقداری رو جنریت کردم که وجود داره. خب توی قسمت رجیستر من اومدم از CSRF توکن جنریت استفاده کردم و عملا آخرین مقدار داره میشینه. این رو چک بکنیم. الان توی قسمت لاگین یه دونه CSRF توکن داری با مقدار E203 و اگر بریم توی قسمت رجیستر و این رو سلکت بکنیم توی فرممون، میبینید که مقدار CSRF توکن تغییر کرده. خب یه راهکاری که فعلا ما میتونیم ازش استفاده کنیم اینه که من بیام اینجا در ابتدای کار یک مقدار بگم generated CSRF توکن و اینجا بیام از CSRF توکن و generate استفاده کنم و حالا بیام از همین مقدار داخل کد استفاده بکنم. بیام اینجا به جای این بگم که تو بیا اینجا قرار بگیر، اینجا هم به همین شکل. الان اگر من رفرش بکنم مجددا وردامپو ببینم این مشکل، خب بازم بهمون میگه فالس. دوباره چک بکنیم ببینیم الان مقدارمون درسته. C9 و اینجا هم C9 عملا جفتش یکیه. CSRF توکن مشکلی وجود نداره. برگردیم چک بکنیم. نه موردی نیست. و اینجا زمانی که مجددا دیتا داره وارد همین قسمت میشه دوباره این داره خونده میشه، این دوباره داره اجرا میشه دیگه. خب اینجا این مورد دردسر ساز میشه. الان اتفاقی که داره میفته اینه زمانی که این داره ارسال میشه توی همین قسمت، اگر من بیام اکو بکنم این رو قشنگ متوجه میشه. رفرش میکنم مقدار اینه F26. من اینجا لاگین رو انجام میدم. الان اینجا چون دوباره ریکوست رو زدیم به همین صفحه مقدار داره تغییر میکنه دیگه. عملا تغییر این مقدار باعث میشه ما دو تا مقدار کاملا متفاوت رو با هم دیگه چک بکنیم و خب قطعا خروجی ما میشه فالس. بسیار خوب. من اینجا چطوری میتونم بگم که اگر با مقدار پست داشت ارسال میشد این شکلی؟ خیلی راحت من میتونم فعلا بیام توی این قسمت اونا که داره هدرش انجام میشه، فعلا من میتونم اینجا بگم if server request متد برابر بود با get، تو بیا اینجا این کار رو انجام بده. generated توکن رو انجام بده و از این استفاده کن. درست شد؟ فعلا من اینجا یه رفرش انجام میدم، مقداری رو قرار میدم و الان اگر ببینم این مقدار اوکیه. لاگین رو میزنم، مقدارمون شد ترو. چون زمانی که داریم اینجا وارد این قسمت میشیم دوباره زمانی که روی دکمه کلیک میشه عملا متد ما دیگه پست نیست، متد ما گت. و به این شکل ما میتونیم اینجا این کار رو انجام بدیم. میتونستیم یه کار دیگه هم بکنیم. یه کار دیگه که میتونستیم انجام بدیم این بود که چک کنیم آیا رجیستر BTN و لاگین BTN داخل مقدار پستمون وجود داره یا نه. خب این رو هم ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم که قطعا اون مورد بهتره که حالا بررسی میکنیم که چرا بهتره، چرا نباید مستقیما این رو بذاریم، اگر این رو بذاریم چه اشکالی پیش میاد. این رو داخل ویدیویی بعد به صورت کامل بهش میپردازیم و ببینیم که چقدر تایم داریم. خب متاسفانه تایم نداریم تقریبا. بسیار خوب، تا همینجا ویدیو رو نگه میداریم و توی این قسمت صرفا پرداختیم به مبحث CSRF توکنمون.
و میگم که چرا باید این رو تغییر بدیم و از چه ساختاری باید استفاده بکنیم تا دیگه به همچین اروری توی CSRF توکنمون بر نخوریم. میتونید به عنوان یه تسک بهش فکر کنید و انجامش بدید خودتون. توی ویدیوی فردا شب کاملتر خیلی خیلی مفصل به این موضوع پرداخته میشه و در نهایت مبحث لاگین رو هم کاملش میکنیم توی ویدیوی فردا شب. و خسته نباشید. اگر ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید، نظری بود کامنت کنید و اگر هنوز کانال رو ساب نکردید دوست داشتید ساب کنید، با این کار بیشترین حمایت ممکن رو میکنید. سورس پروژه توی گیت هاب آپلود شده، لینکش توی دیسکریپشن هست. موفق و پیروز باشید.